در 2 سال اخیر با تشبث پرزیدنت جمهوری ازبکستان در تمام جنبه‌های حیات تغییرات کلی به عمل می آید. آن نه تنها از جانب خلق سرملت مملکت بلکه از طرف دولت‌های همسایه و همکار تمام جامعه جهان فعالانه دستگیری می گردد. در نتیجه چون وظیفه استوار ترقیات معین گردیدن مناسبت همکاری برای همه منفعت بخش با مملکت‌های آسیای مرکزی یکی از تمایل‌های برتریناک سیاست خارجی ازبکستان معین گشته است که این برای مستحکم گردیدن صلح و فضای بی‌خطری و تأمین نمودن رشد و انکشاف تماما افق‌های نو را باز می‌نماید. خصوصاً در نتیجه اراده سیاسی و سیاست عاقلانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در سالهای اخیر همکاری بسیار جنبه این دو دولت به زینه نو برآمد. تشریف دولتی پرزیدنت شوکت میرزیویف نهم دهم مارس سال جاری به تاجیکستان و تشریف دولتی پرزیدنت تاجیکستان به ازبکستان ماه اوگوست سال جاری در رشد همکاری طرفین واقعی بزرگ گردید. گشاده شدن گذرگاه‌ها در سرحدات هر دو دولت، براه گذاشته شدن رواهای نقلیاتی در بین مملکت‌ها در بابت رضایت مردم دو کشور از حیات اهمیت مهم کسب نمود. زیرا با تعبیر پرزیدنت شوکت میرزیویف خلقای ازبک و تاجیک دو شاخ یک درخت، دو شاخ یک دریا شباهت دارند. دین مقدس، زمین و آبمان یک داست. شادی و تشویشمان، سرنوشتمان مشترک. عنعنه‌های نیکی اجدادان ما را ادامه داده، باید دوستی مردمان ما را مستحکم نموده احتیاط نماییم. به این معنی ازبکستان از دستاوردهایی که تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون نائل می‌گردد، همچنین تاجیکستان از کامیابی‌هایی که ازبکستان در جنبه‌های گوناگون حیات موفق می‌گردد دستگیری می‌نماید. برای مثال به قریبی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان صادق امامی با کارهای سازندگی و آبادانی که از روی برنامه دهه آباد در جماعت شهروندان تانگ یلدوزی ناحیه چنازی ولایت تاشکند به عمل تطبیق می گردد شناس گردید. قابل قید است که در این جماعت شهروندان اکثریت اهالی را تاجیکان تشکیل می دهد. سفیر در مراسم بخشیده به بهره برداری سپردن انشاءات‌های نو اشتراک نمود. جشن مذکور از عمل ثواب شروع گردید. اول به شخصانی که ناگرا به شمار می رفتند و همچنین خانواده هایی که احتیاجمند حمایه اجتماعی هستند و اینچنین از جمله زنانی که وضع مادیشان طاقت فرسا بود در دایره برنامه دهه آباد 28 عمارت اقامتی برایشان سپرده شد. این عمارت‌ها به عوض کردیت امتیازناک 15 ساله به ناگرایان و عائله‌های ناچار با مدد دولتی پیش پرداخت ابتدایی کردیت داده شد. صدفما خلیلوی 48 ساله ناگرای گروه اول است. او با مادر خود در خانه دادرش زندگی میکرد، یعنی 3 عائله در یک خاندان. به طفیل سیاست انسان پرورانی پرزیدنت اپی صدفما اکنون حالا صاحب منزل گردید. زلخمار ابیلو نیز پس از وفات پدر یک جایه با مادر و خواهرش بی خانه مانده بود و از ناچاری در 2 خانه تنگ زندگی می کردند. به طفیل اعتبار و غمخواری پرزیدنت برای این خانواده نیز خانه علاهده جدا کرده شد که حالا آنها از تشویش بزرگ فارغ گردیدند. در خانواده عمرجان رحمانوف نیز حالا جشن کلان است. او یک جایه با 2 عائله دیگر در منزل تنگ زندگی کرده نتوانسته با 3 فرزند وادار می گردید که خانه های اجاره را زود عوض کند.
در چنین وضعیت مرکب دولت به او دست یاری دراز کرد و این برای خانواده عمرجان رحمانوف حلاوت بخشید و او مضمون حیات خود را حالا اکنون خوب درک می کند. حالا تمام خویشاوندان او برای تبریک آمدند و شکر آن را می کردند که امروز باز یک قلب شکسته آباد می گردد. بر زمین هر یک خاندان با وسیله های معیشی و تکنیکی جهازهای روزگار تامین گردیده، خانه ها با نظام زمانوی گرمدهی، آب آشامیدنی، شبکه های برق و گاز تامینند و همه این را کس می بیند و به وجد می آید که حالا بین این خاندان و شهر تفاوت وجود ندارد. پرزیدنت ما هم رحمت، من 5 تا یتیم من هم خیلی نگاه کرده، یک تا انولیتم نگاه کرده، خونه در کرده، همه میبل پیبل آورده موندنشون با رحمت های کرم. شرایط ما بعض میم بود به یک احوال بودیم دیگه. کدوم کسب خواهم میمونم همون کسب باید میکنم بری خلق بری دولت خدمت میکنم. مهمانان با چنین شرایط‌های مناسب منزل‌ها شناس شده شاهدی آن گردیدند که با تشبث راهبری مملکت چی در محل‌های مرکزی و چی در حدودهای دوردست هم‌مرز برای بهسازی شرایط استقامت اهالی اعتبار برابر داده می شود. خصوصاً به مقصد دستگیری نمودن شخصان ناگرایی برای امداد احتیاجمند نظامی راه اندازی گشته است که شایسته عبرت و تحسین است. در شفت خانه‌های نوبنیاد مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 8 برای 60 کودک ساخته شده است که مراسم افتتاح آن به عیدی با حشمت تبدیل یافت. در این جایها تا هنوز هیچ یک کودکستان وجود نداشته است. اگر کسی خیلی خواهش می داشت و کودکستان‌های فرزندان خود را می برد که از اینجا 10 کیلومتر دور است و در بسیار حالتها کودکان از نبودن باغچه بچگانه حرف اول را تنها در مکتب میانه می شناختند. حالا اکنون وضعیت دیگر است. Очень радостное событие. Впервые в истории Узбекистана мы открываем новый детский сад, изучение которого будет проводиться на таджикском языке. Благодаря инициативам нашего уважаемого президента Шавката Миромановича Мирзиёева сейчас открыт равноправный доступ всем детям вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания, доступ к качественному дошкольному образованию. در این دهه دوردست آرزوی دیرینی پدر و مادران و فرزندان سرشمار جامی عمل می پوشند و این کودکستان آنها با تمام شرایط تعلیم و تربیه از یگان چنین مؤسسه دیگر کمی ندارد. برای این تمام شرایط خوابگاه، میدانچه های بازی، وسیله های تعلیم و تربیه این همه فراهم آورده شده است. اسلوب تعلیم و تربیه که در اساس تجربه کوریای جنوبی جاری گشته است در بینندگان تأثیرات خوب گذاشت و مهمانان درباره شرایط مناسبی که در ساحه تعلیم تا مکتبی برای کودکان به وجود آورده شده است و هم اصلاحات کلی که در این جاده در مملکت راه اندازی می گردد معلومات داده شد. این باز برای آن شایسته ذکر است که خصوصاً در دهات دوردست به عمل تطبیق می گردد. ضمن ملاقات در خصوص تربیت بچه‌ها از جهت معنوی و اخلاقی و جسمانی و برای آنها در دهات دوردست به وجود آورده شدن شرایط خوب در عملیات جهان شایسته تحسین گردیدن جریان تعلیم و تربیت و دستورهای به آنها وابسته جاری نمودن تکنولوژی پیشقدم در جنبه تعلیم تا مکتبی و بلند برداشتن صفت تعلیم در آنها معلومات داده شد. این هنوز همه کار نیست. من بعد در دهه در اساس تمایل مشارکت دولتی و خصوصی برپا نمودن مؤسسه تعلیمی تا مکتبی غیر دولتی
به نقشه گرفته شده است. در نتیجه تمام بچه های دهه با کودکستان فرا گرفته می شوند. مهمانان با مکتب تعلیم همگانه‌ای که در رو بروی این کودکستان جای گرفته است نیز شناس گردیدند. مکتب میانه رقم 47 بنابر برنامه دهه آباد پر تعمیر گردیده، بر علاوه بینای تعلیمی دو آشیانه برای 180 خواننده نیز ساخته مجهز گردانیده شده است. با همین مجهز سازی مکتب با بهترین و زمانوی ترین وسیله های تعلیمی انجام داده شده، مأموریت آن از بسیار تشویش های تکنیکی و اسلوبی خلاص گردیدند. از مکتب از نام آموزگاران ما یک چیز وعده می‌دهم که فقط از این مکتب کادرهای بهترین برای سرور دولت قنات می‌شدگی و برای آینده ازبکستان کادرهای بهترین تربیت می‌کنیم که در هر جبهه‌های ازبکستان فایده خودش میرسونه. کادرها رو تربیت می‌کنیم. ما پرزیدنت با قنات میشیم، ساحه تعلیم تربیت می‌تیم و در آینده برای وطن جانمان فدا می‌کنیم در کار باشم. صنف‌های فنی کیمیا، فیزیک که سابق خوانندگان و معلمان آرزو می‌کردند حالا با تمام جهازهای لابراتواری مهیا کرده شده است. همچنین صنف‌های مخصوص فن‌های زبان‌های انگلیسی، انفرماتیکا، تربیت ابتدایی حربی، جغرافیا، تاریخ، متماتیکا، صنعت تصویری، رسم کشی، زبان‌های تاجیکی و روسی و ازبکی به کار درآمدند. حالا اکنون در صنف فنی زبان انگلیسی مکتب مذکور بنابر طلبات زمانوی در تمایل ایجادی و غیر عنعنوی با اصولی به نام بازی میکنیم، میخوانیم، به انگلیسی صحبت میکنیم و با هم بزرگ میشویم امکان با وجود آمده است. و یا خود در کابینت فن زبان روسی با همگذاشتن فن زبان ازبکی موافق گردانده شده است. صنف تعلیم ابتدایی حربی باشد با ایانیات ها، قاعده های صفکشی، کمک اول طبی رساندن جهازانیده شده است. زمانوی ترین مجموعه صنف کامپیوتر برای حیات مکتب نوگانی خوشنود کننده گردید. حالا اکنون خوانندگان از طریق تخته های اینترفعال با اصول زمانوی تحصیل می نمایند. صنف انفرماتیکا با پررگی با کامپیوتر جهازانیده شده و شبکه اینترنت وصل گشته است که این همه صفت تعلیم را کلاً بهتر می سازد. در دهلیز مکتب مرکزی وای فای تشکیل شده است که در آن زود به شبکه ویرتوالی وصل گردیدن خوانندگان و معلمان امکان پذیر است و برای این شرایط نیز فراهم آورده شده است. در اینجا تلویزیون و نوتبوک، ویدیو پروژکتور و دیگر دستگاه‌های ناگزیر گذاشته شدند. در این معرفتگاه عاید به تاریخ ناحیه چیناز و دهه موزه کوچک تشکیل کرده شده است که وی از گذشته و امروزی محل نقل نموده مالک اهمیتی تربیوی می باشد. من بر نزدیک اثر کیکاووس را خوانده باشم. در کتاب‌های عبدالله ریپویان، کتاب‌های بسیار، همه شاعرای تاجیک بسیار، عبدالرحمن جامی، ابو عبدالله رودکی، همه کتاب‌های اثرهای بدیعی‌شان در کتابخانه ما موجود است. کتابخانه مکتب باشد با ادبیات تاجیکی و ازبکی تامین کرده شده است که این برای افزایش دانش و تفکر اهل مکتب مساعدت می نماید. با دستگاه‌های ضروری مجهز گردیدن تالار ورزش و از دست تعمیر برآمدن آن برای حیات سالم و جسماناً کامل گردیدن فرزندان اهل دهه زمینه فراهم می آورد. مهمانان به شرایطی در دهه با وجود آورده شده بهای بلند دادند. در ازبکستان برای تعلیمگاه‌های غیر زبانی دولتی با وجود آوردن شرایط مثل معرفتگاه‌های تعلیمشان با زبان دولتی حالتی طبیعی است. اینچنین قید گردید که در مملکت به هر کس ناوابسته از دین و اعتقاد، ملت و زبان و حالت اجتماعی دانش گرفتن شرایط فراهم با وجود آورده شده است. مرکز مدنیت تاجیک و ازبک بنابر برنامه دهه آباد در این محل مثل که گلتاج این
انشاءاتها به شمار می رود. مراسم رسما افتتاح گردیدن این مرکز با اشتراک سفیر تاجیکستان و نمایندگان مرکزهای ملی و مدنی خلقهای دیگری مسکون ازبکستان به جشن دوستی و هممسلکی و رفاقت و همزیستی تبدیل یافت. در این محل که اکثریت اهالی آن تاجیکانند، تشکیل گردیدن چنین بنای محتشم مرکز نمونه به عمل تطبیق گردیدن نقطه های قانون اساسی جمهوری می باشد که در آن گفته شده است جمهوری ازبکستان احترام زبان، عرف و عادت و عنعنه های تمام ملت های مسکونی حدود خود را تأمین می نماید و برای رشد آنها شرایط به وجود می آورد. این همزمان دلیل عملی به حیات تطبیق گردیدن سیاست پرزیدنت در بابت مصالحه بین ملی، همفکری و تحمل دینی می باشد. پیش از همه میخواستم همه شما رو با این رویداد تاریخی که در حیات این گوشه زیبامنظری ازبکستان برادری با خوب پیوست هستم تبریک نمایم. همه ما شاهدان هستیم که در اینجا یک شهرک بسیار زیبا و موثر و بخچه بچگانه‌ای که در تاریخ ازبکستان رتبه اول با تعلیم و تربیت هم با زبان تاجیکی افتتاحی یافت. اینجوری با مکتب موثر که با همه اسباب‌های زمانوی مجهز گردانده شده است، همه شما را تبریک میکنم. این نتیجه سیاستی خردمندانه پیشگرفته پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزویف میباشد که برای نه تنها برای دوستی دو مردم دنیا عنعنه‌های دیرینه رفاقت روانه گردیده است، بلکه اینچنین برای غمخوری نسبت مردم تاجیک زبان ازبکستان میباشد که آنها چون جزئی جدا نشونده جمعیت ازبکستان شمرده برای بر کمال و باید رسیدن نسل نورست همین اقدام رو عملی نموده است. اطمینان کامل دارم که نسل نورستی که در فضای چنین غمخواری به وای میرسد دوام بیانده اون عنعنه‌های بزرگ اجدادان ما سلامت باشید. همزبانان عالی قدر، هموطنان عزیز و ارجمند، همه شما را که در این خیلی مملکت بزرگ و آباد با خدمت شما دوستی و همجهتی بنیاد می‌گردد و امروز به بنیادکاری ها شما هم حصه خود را می‌گذارید، از صمیم دل تبریک و تحیت می‌گویم. خیلی که رودکی بزرگ می‌گوید هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. جهانی شادلigi qilsa butun do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Do'st uchun jonini qiladi qalqon, do'stdan yaxshirog'i bormi hech inson. Dar haqiqat bugungi kunda O'zbekistonimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari o'zaro va hamjihatlikda umr guzaronlik qilishar ekan. Shular qatorida biz tojiklar ham mana shu yurtda yashab, ijod qilib, baholi qudrat vatan taraqqiyotida xizmat qilayotganimizdan mamnunmiz. Bugungi kunda O'zbekistonda barcha millat vakillari uchun sharoitlar yaratilgan. 7 tilda o'qish olib borilar ekan. 245 ta o'rta maktabda farzandlarimiz o'z ona tilida tarbiya olayotgani, 4 ta oliy o'quv yurtida tojik filologiyasi fakulteti va guruhlari amal qilishi bizga yaratilgan sharoitdan dalolatdir. Har qanday sharoitda ham biz birga edik, birga bo'lamiz. Ana shunday obodonlashtirish ishlari, mana shunday tantanalar bizni yana birlashtiradi, mana shu vatanning rivoji uchun hissa qo'shishga da'vat etadi. Shoir aytganidek, bir ko'zim o'zbeku, bir ko'zim tojik, bir yuzim o'zbeku, bir yuzim tojik, osmonim o'zbeku, yulduzim tojik, yuragim o'zbeku, men o'zim tojik. Ikkiga bo'lingan bitta butunman, bir ona qo'lida ikki tugunman, bir vatan, bir uyga, bir xonadonga,
پای دیوار اوزم من اوزم ستون من خانمده ازبیکو جانمده تاجیک جانمده ازبیکو خانمده تاجیک شادلیگimden şadu kaygımdan gamgim خاشمده ازبیکو yanımda tacik beni menden cüda aylab bulur mu uzige cefa aylab bulur mu ta cami uzun men navayi uzun min hiç beynava aylab bulur mu bir kozum uzbeku bir kozum tacik bir yüzüm uzbeku bir yüzüm tacik asmanım uzbeku yıldızım tacik yüreğim uzbeku men uzum tacik ana şu dostligimiz birdamligimiz abadiy bo'lsin. در مراسم تنتنوی محض با چنین جهت‌های مناسبت‌های خلق‌هایمان اعتبار داده شد. به کار درآمدن مرکز مدنیت ازبک و تاجیک نه تنها رشته‌های دوستانه ملت‌های گوناگون دیارمان را مستحکم می‌گرداند و همچنین رشته‌های مدنی آنها را نیرومند گردانده بسیار دستاوردهای مثبتی در جهت مناسبت‌های بین ازبکستان و تاجیکستان به دست آمدند باز هم مستحکم می‌گرداند. ضمن افتتاح خانه دوستی فکرهای ابراز گردیدند که در آنها روح و آرزو و نیت نیک تجسم گشته بود. از طریق شعر و سرود و ترانه این دوستی ترنم گردید. در مرکز مدنیت اسباب‌های موسیقی گذاشته شدند که آنها منسوب هر دو ملت بوده برابر مدنیت هر دو ملت را غنی گرداندند و این بیانگری آن است که دوستی این دو خلق از امتحان‌های دور و طوفان‌های زمان‌ها عبور کرده در طول عصرها آب و تاب یافته. چنین به نظر می رسد که این را با مصرع زیر افاده کردن ممکن. برابر نور بخشد ماه و خورشید زیایش هم یگانه تاجیک و ازبک. کتاب‌هایی که در کتابخانه مرکز مدنیت به زبان‌های ازبک و تاجیکی و غیر جمع آوری گشته است برای اهل حدود خصوصا برای جوانان خیلی مهم می باشد، زیرا در عین حال از طریق کتاب محبت به کتاب، کسب کردن معرفت و معنویت و برخورداری از ضیا یگانه راهی عاقلانه است و همزمان برای وسعت تفکر و مدنیت اهل دهه امکانیت و شرایط خیلی مناسب فراهم می آورد. در مرکز خانه طبی نیز تشکیل گردیده در آنجا برای خدمت اول طبی رساندن شرایط به وجود آورده شده است. در مرکز مذکور تالار موجز هنری نیز برپا گشته است که آن برای تربیت موسیقی و تنین انداز گردیدن هر گونه ترانه و آهنگ‌های خلق‌های مختلف شرایطی مساعد به وجود می آورد که این بار دیگر به اقتدار بزرگ مالک بودن هنر اشاره می نماید. نخستین کنسرتی که در اینجا اجرا گردید از برنامه‌های تاجیکی و ازبکی عبارت بود. از این رو آن به شام دوستی نیز تبدیل یافت. در بنای مرکز مدنیت شعبه مرکز خدمت دولتی ناحیه نیز جایگیر شده است که آن باعث توجه مهمانان گردید و از این رو در این زمینه صحبت طولانی بر وقوع پیوست. با سفیر تاجیکستان درباره قبولخانه ویرتوالی پرزیدنت و قبولگاه‌های خلقی و درباره مراجعت‌هایی که به این بنگاه‌ها رسیدند معلومات داده شد. این واسطه خدمت به اهالی نظامی به خود خاصی می باشد که باعث توجه زیاد می گردد. جماعت شهروندان مذکور از مرکز ناحیه 25 کیلومتر دور است. اهل این جماعت از پس یک حجت چنین مسافه را می بایست طی می کردند. با بکار انداخته شدن شاخ آبچه مذکور من بعد برای 228 عائله در همین جا خدمت مناسب و تعجیلی با صفت دولتی رسانده می شود. در نتیجه برای خدمت رسانی اداره های دولتی مردم این محل هم وقت و هم مبلغ خود را صرف می نماید. این بار دیگر غایه
نه شهروندان بلکه حجت‌ها حرکت می‌کنند را در عمل ثابت می‌سازد. Для меня очень приятно присутствовать здесь. Я вижу, что программа «Обод Кишлок» — это действенная программа, нацеленная на удовлетворение, всестороннее удовлетворение потребностей населения. Оно служит тому, чтобы привязанность людей к земле, оно передавалось из поколения в поколение. И здесь созданы условия для гармоничного развития личности, начиная с самых младенцев и кончая досугом для взрослых. Сегодня здесь был открыт вот этот вот прекрасный дворец культуры, школа, оснащенная современными учебно-методическими средствами обучения, и прекрасный детский сад, который призван для того, чтобы с самых малых лет обучать наших детей прекрасному, чтобы они развивались как гармоничная личность, получили всестороннее развитие. Это все наглядная демонстрация той политики, которая проводится руководством Узбекистана во главе с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкат Миромоновичем Мирзиёевым, который во главу угла ставит служение народу, создание для народа таких комфортных условий, чтобы он смог реализовать весь свой человеческий потенциал на благо развития своей родной земли. И результат этой политики мы видим здесь воочию. В частности, вот в этом Дворце культуры нас ознакомили с теми возможностями, которые здесь есть. В частности, вот с работой агентства по государственным услугам, которое представляет огромный спектр госуслуг, тем самым освобождая граждан от хождения по государственным органам, да, чтобы он это время тратил наиболее, скажем, плодотворно, эффективно для себя и для своей семьи, и тем самым для своей страны. Ну, наши народы издревле жили бок о бок в атмосфере дружбы, взаимопонимания. Это мы накопили уникальный опыт созидательного сосуществования двух наших великих народов, и свидетельство этого можно найти повсеместно, что в Таджикистане, что в Узбекистане. И сегодня то, что мы видели, вот, в какой большой праздник превратилось сегодняшнее событие, это само по себе демонстрация вот этих вот искренних чувств, которые наши народы питают друг другу. Муносибатой дустоне байни дукшвари бародар рӯз то рӯз рушд тавсия меёбанд. خیلی که ما می‌دانیم این سال برای مناسبت‌های ما بسیار سال تاریخی بود. دو سفری دولتی راهبری هر دو کشور به تاجیکستان و ازبکستان تماما محیط نوی را در مناسبت‌های عنعنوی دوستانه ما و میان آوردن که آن امکان می‌دهد ما همه مشکلات را که سال زیاد مانع بودند برای ما اونها رو پس سر کرده، همان عنعنه‌های دیرینه را با نمونه‌های نوی همکاری متقابلا سودمند ادامه بخشیم و رشد و گسترش دهیم. ما امروز شاهدی یک واقعه بسیار فرح بخش هستیم که در یک گوشه زیبامنظری ازبکستانی برادر برای مردم مقیم تاجیک زبان اینجا بسیار شرایطی خوبی برای انکشاف همه‌طرفه هر یک شخصیت مهیا کردن. این نتیجه این تجسم سیاستی پیشگرفته پرزیدنت محترم ازبکستان شوکت میرامونویچ میرزیویف می باشد که برای هر یک شهروند شرایط فراهم می‌آورند تا شهروند همه‌طرفه همچون شخصی کامل از کودکی از زمان کودکی سر کرده تا پیرانسالی همچون شخصی کامل به وی رسیده تمامی قدرت و توانایی خود را برای پیشروی وطن خود روانه کنند. در اطراف مرکز مدنیت خیابان دوستی نیز برپا گردیده است که برای فراغت و استراحت مردم خدمت می کند. این خیابان در اساس منظره ملی و زمانوی آرا داده شده به حسن دیه
سونزم می کند. Mana shunaqa bir ochiq, mana shunaqa bir yorug' maktab bizni bolalarimiz, farzandlarimizga nasib qilgan ekan. Shahar bilan teng sharoit muhayyo bizda. Ko'chalarimiz ravon, svetlar, hamma beton istalbalar qurilgan. Hamma sharoit muhayyo. Supermarketlar muntazam ishlab turibdi. Mana 150 kishiga ishlaydigan shu nima tikuvchilik fabrikasi nima bo'ldi, ishxona ham ochildi. Mana shu yerda qizlarimiz ishlaydi. Mana bu destada qizlarimiz ishlaydi. Mana farzandlarimiz uchun ham ish joylari topildi. Shuning uchun mana bu prezidentimizga qilingan g'amxo'rliklarini men to'g'risi til bilan bayon qilishga ojizman. Shuning uchun shu xalqimiz nomidan, shu yerda yashaydigan tojik xalqi nomidan prezidentimizga minnatdorchilik izhor qilaman. این هنوز همه نوگانی ها نیست. در دهه برای با وجود آوردن اقتدارهای استحصالی، با وجود آوردن منبع درآمدی دائمی و آدمان سمت بسیار مهمی برنامه دهه آباد به شمار می رود و از این رو در اینجا برای با کار تامین نمودن زنان کارخانه چیناس سوپر ایندوستریا برای 100 نفر کارگر برپا گردیده است. در این کارخانه زمانوی دوزندگی در عین حال لباس‌های زنانه استحصال گردیده برای زنان محلی هنر می آموزانند. محصولات اساسی این کارخانه برای صادرات مقرر گشته است و به نقشه گرفته شده است که در روزهای نزدیک در اینجا لباس‌های نه تنها زنانه بلکه مردانه و بچگانه نیز دوخته می شود. در محله حمام نو ساخته شده، مغازه موجز و زمانوی نیز به کار درآمده است. در شفت آنها اداره جماعتی شهروندان و کارگاه اینسپکتور پروفیلاکتیک نیز ساخته شده است. در سالهای نزدیک در دهه باز شاخابچه‌های استحصالی و خدمت رسانی به وجود می آیند. Dunyoda agar kim baxtli desa birinchi navbatda eng baxtlisi biz deb aytgan bo'lardim. Mana yagona bu ko'p millatli jannat makon O'zbekistonda hammani hayron qoldiradigani 7 tilda o'qitilishi. 7 tilda maktablar bor, darsliklar bor. Men shaxsan ham maktabda ishlayman. Oldin mana bizning maktabim 3 tilli bo'lgan edi, tojik bo'limi, rus, o'zbek bo'limi. Hammamiz bitta binoda, bitta oilada ahil bo'lib yashaymiz. Hamma sharoitlar yaratilgan. Tojikiston saforatxonasidan ham kelishdi. Shular bilan birgalikda hamma sharoitlarni ko'rib o'zimiz ham quvondik. Nega deganda hamma markazlar ahil bir oiladay mana shunday bayram qilmoqdamiz. O'zbekiston bo'yicha mana shuncha qurilishlar ketyapti. Shuncha yo'llar qurilishi, imoratlar, inshootlar, muassasa, bog'cha, maktablar. Bundan ortiq jannat makon yurt bo'lmasa kerak. Xalqning kayfiyati juda ham yaxshi. Necha yildan beri aziyat tortganlar, uy joyi bo'lmaganlarga birinchi navbatda mana uy joylar berilyapti. Nogironlarga, mana o'qituvchilarga, tibbiyot xodimlariga, boshqa nimalar qatorida hammasiga hamma sharoitlar yaratilyapti. Bu davrlarni qanchadan qancha orzu qilib kutishgan xalqimiz. Shuning uchun bugun aytamanki, orzu niyatlarimizga erishib bormoqdamiz. Juda ham hammamiz xursandmiz. O'zbekistonning gullab yashnashiga biz albatta ishonamiz. Bundan ham hayotimiz ko'rkam, chiroyli, obod va farovon bo'ladi. دیگرگون گردیدن قیافه دهه طبیعی است که قلب‌های اهل آن را منور می‌سازد و باوریشان را به آینده مستحکم‌تر می‌سازد. این همه آنها را وادار می‌سازد که به کار و تردد فردا با دلگرمی پردازند و اطمینان داشته باشند که فردایشان درخشان خواهد بود. خلاصه آبادانی های این دهه دوردست و دور افتاده که طبق برنامه دهی آباد به حیات این محل نفسی تازه وارد نمود، گفته های راهبری دولت را درباره آنکه خلقمان دیگرگونی های مثبت را در حیات خود نه فردا نه در آینده دور بلکه امروز باید بیند ثابت می نماید و این ifade این سخنان در حیات واقعی می باشد.